پیمان ملی در اینجا مطرح نیست. چرا؟ چون که آها. در پیمان ملی تاجیکستان نیروی اساسی، واقعا نیروی اساسی طبیعی است که این نهضت اسلام است، چون که پایگاه اجتماعی نهضت اسلام چه در داخل و چه در خارج کشور از این 4 گروه بودیم، 3 گروه موندیم. از این 3 گروه پایگاه قویتر، پایگاه چیز نهضت اسلام قویتر است، پایگاه اجتماعی. و به طور سنئی میتوان مثال فرض کردیم چند پیش فرض کردیم شرف الدین گدایف دعوای رئیسی، میتوانستیم به طور سنئی او را رئیس انتخاب کنیم، لیکن او باز نیاز می داشت به همین، یعنی